ما برای مدیریت سرمایه از ابزاری استفاده میکنیم به اسم پوزیشن سایزر. این ابزار یک اکسپرت امن هست که برای نمایش اون در متاتریدر و در پنجره نویگیتور کاری که باید بکنید مثل هر اکسپرت دیگه فایل اکسپرت رو که در اختیارتون قرار میگیره رو در قسمت فایل Open Data Folder در پوشه MQL در پوشه اکسپرت پیست میکنید. برای عملکرد درست این اکسپرت بهتره که در این قسمت با کلیک راست و زدن رفرش از نمایش درست اون در لیستتون مطمئن باشید. اگر به نمایش در نیامد میتونید یک بار متاتریدر رو ببندید و دوباره باز کنید. برای فعال شدن فایل رو میاریم روی صفحه و در این صفحه و سربرگ تیک این گزینه رو میزنیم که بهش اجازه فعالیت داده باشیم. این نمای کلی این اکسپرت هست که چندین سربرگ داره که از سربرگ اصلی شروع میکنیم. در این قسمت نوع معامله ما رو نشون میده، لانگ یا شورت، که با کلیک یا یک کلید میانبر هم قابل تغییر هست در حین معاملات، در حالی که خود اکسپرت با توجه به جهت استاپلاس نوع و جهت معامله رو تشخیص میده. در قسمت استاپلاس هم میتونید بر حسب قیمت هم بر حسب پیپ استاپلاس خودتون رو تعیین کنید. تیک پروفیت هم که حد سود ما هست و اینجا میتونید دستی عدد مورد نظرتون رو وارد کنید یا با یک کلیک روش و تغییر رنگ عدد اون رو بر اساس استاپلاس خودتون تنظیم کنید که در حالت دیفالت به اندازه استاپ تیپی برای شما فیکس میشه. از گزینه مثبت اینجا میتونید تیپی های بیشتری برای خودتون روی چارت تعیین کنید بر اساس استراتژی مدیریت معاملات باز خودتون. در این قسمت نوع معامله رو میتونید برای خودتون تعیین کنید که میتونه استند همون مارکت باشه یا معامله پندینگ یا همون لیمیت باشه یا در نهایت به صورت استاپ لیمیت باشه که این موارد هم با کلیک هم با کلید میانبر میتونید تعیین کنید، به سرعت تغییر میکنه که در نهایت ما با اینستنت یا پندینگ کار میکنیم. در این قسمت میتونید تعیین کنید که مدیریت سرمایه‌ای که قرار هست اعلام کنید بر اساس چی باشه. مثلا بر اساس بالانس باشه یا ایکویتی باشه یا CPR که نیاز به توضیحات بیشتری داره که در نهایت شما یا بر اساس بالانس یا ایکویتی کارتون راه میفته. مهمترین قسمتی که ما باهاش کار داریم این قسمت هست که میزان ریسکی که میخوایم در هر پوزیشن روی کل حسابمون داشته باشیم رو تعیین میکنیم که با گذاشتن عدد 1 شما فقط 1% ریسک میکنید در هر پوزیشن. یعنی بعد از یک استاپ خوردن فقط 1% از سرمایه خودتون رو از دست میدید، نه بیشتر. این قسمت میزان ریسکتون رو به دلار نشون میده که بر اساس 1% ریسک و میزان استاپلاسی که گذاشتید هست که ما فقط 20 پیپ میذاریم که اینجا بعداً تنظیم میکنیم که به صورت ثابت براتون 20 پیپ بمونه. TP و ریواردتون رو که اینجا مشخص میکنه و مهمترین نکته بر حسب میزان بالانستون میزان ریسکی که قبول کردید که ما 1% رو پیشنهاد میکنیم و میزان استاپلاستون میزان لاتی که باید وارد اون معامله بکنید رو خودش محاسبه میکنه و این میزان لات رو لازم نیست جای دیگه برای خودتون وارد کنید. در حین معامله همین که اینجا نشون میده همین میزان در زمان فعال کردن معامله اعمال میشه. این به این معناست که شما به هر میزانی که استاپ خودتون رو کم یا زیاد کنید لات من در معامله کم و زیاد میشه و نه میزان ضرر یا سود من. این نشون میده که ما داریم بر اساس درصد مدیریت سرمایه میکنیم. پس چیزی که برای ما مهم هست در روش مدیریت سرمایه‌مون درصد هست. برای هر پوزیشن با هر میزان استاپلاس ما فقط 1% ریسک میکنیم. خب بریم وارد سربرگ تریدینگ بشیم. قبل از اون من یک تیپی دیگه اینجا اضافه کنم تا اگر قصد این کار رو داشتید بدونید که چطور در سربرگ تریدینگ بتونید تیپی ها رو مدیریت کنید. در این قسمت به شما میگه که در تیپی اولتون چند درصد از سهمی که وارد معامله شدید خروج یا سیو سود میشه و چند درصد در تیپی دوم سیو سود بشه و این کار تا هر تعداد تیپی میتونید بر اساس مدیریت سرمایه‌تون برنامه ریزی کنید. به طور مثال در تیپی 1 30% خارج بشه و در تیپی دوم 70% که همینطور که روی صفحه میبینید قیمت در
صورت تاچ کردن TP به همون ترتیب که شما براش اعمال کردید سیو سود میکنه. نکته‌ای که در مورد این اکسپرت هست اینه که توضیحات خیلی کامل و مفصلی داره و شاید حتی گیج کننده‌ای که از طریق سایتی که در انتهای ویدیو معرفی میکنم میتونید بهش دسترسی داشته باشید. ولی من اینجا سعی کردم به قسمت‌های اصلی و کاربردی بپردازم و با غیر فعال کردن قسمت‌های اضافی بهترین شکل استفاده از این اکسپرت رو دقیقا همونطور که خودمون ازش استفاده می‌کنیم رو بهتون بگم. برای این کار روی صفحه کلیک راست می‌کنید، وارد اکسپرت لیست میشید، در قسمت تنظیمات پروپرتیز رو میزنید. از همین بالا دونه دونه گزینه‌هایی که به کار ما میاد رو براتون توضیح میدم. این shoreline labels همون اعدادی هست که اینجا نوشته میشه و اینها میزان PP هست که وقتی SL رو جابجا میکنید بهتون نشون میده چند پیپ در حال SL گذاری هستی و TP شما در چند PP شما قرار گرفته. سایر گزینه ها رو میتونید خاموش کنید. گزینه هایی هست که میتونه بر حسب سلیقه فعال کنید اگر به کارتون میاد، ولی ما برای اینکه فضای کار خلوتی داشته باشیم خاموش کردیم. حتی این گزینه ها رو میتونید خاموش کنید. اینجا میتونید رنگ نوشته هاتون رو بر اساس زمینه صفحه خودتون یا رنگ نرمالی که برای SL و TP در نظر میگیرم بذارید. در ادامه میتونید اندازه فونت و فونت رو تعیین کنید و اینجا میتونید رنگ لاین هاتون رو انتخاب کنید. مثلا استاپلاس ما رنگش قرمز یا تیپمون رنگ سبز باشه. استاپ پرایس لاین مربوط به معاملات استاپ لیمیت هست که به کار ما نمیاد. خط بریک ایون رو میتونید بهش رنگ بدید اگر قصد بریک ایون کردن رو دارید. رنگ نقطه ورودتون رو بر حسب سلیقه میتونید انتخاب کنید. نوع خطی که روی چارت نمایش داده میشه رو میتونید تعیین کنید که سالید باشه یا نقطه چین باشه یا خط چین باشه و غیره، که این کار رو برای همه خطوط مثل TP، SL یا بریک ایون و بقیه قابل اجراست. در این قسمت قطر همه خطوط رو میتونید تعیین کنید. اینجا میگه شما وقتی اکسپرت رو باز میکنید میخواید که اکسپرت آماده برای معاملات لاین باشه یا معاملات شورت، که خیلی تفاوتی نمیکنه چون بر حسب اعدادی که به اکسپرت برای معامله میدیم خودش اتومات جهت معامله رو تشخیص میده و حتی با یک کلید میانبر هم این کار شدنیه. خب نکته مهم اینجاست. اینجا جایی هست که ما میتونیم SL ثابت رو برای معاملات لحاظ کنیم که بر اساس پوینت هست که برای استراتژی ما عدد 200 رو وارد میکنیم که میشه 20 پی. و اگر قصد دارید که یک TP ثابت داشته باشید میتونید بر اساس پوینت برای خودتون مشخص کنید که مثلا اگر روی عدد 200 قرار بدید یعنی تنظیمات شما برای یک معامله با R یک فیکس شده و اگر روی 400 قرار بدید یعنی 40 پیپ بر اساس SL 20 PP یعنی R2 که جلوتر یک راه حل دیگه هم برای این مدل تیپی گذاری بهتون میگم. اینجا بر اساس استراتژی خودتون میتونید تیپی هاتون رو گسترش بدید، چه چندین تیپی در یک معامله یا تقسیم تیپی های مختلف در معاملات مجزا که در کل نیازی به این همه پیچیده کردن کار ندارید، ولی خب آپشن هایی هست که شاید به کار کسی بیاد. در اینجا میگه تعیین کنید که به صورت دیفالت معاملاتتون به چه حالتی باشه، مارکت باشه یا آماده باشه برای لیمیت گذاری. این قسمت هم مربوط به ATR برای کسانی که با ATR کار میکنن، چه برای SL گذاری و موارد دیگه مثل TP یا SL به همراه اسپرد در حالتی که از ATR استفاده میکنن. ما با اینها کاری نداریم. کمیسیونی که بروکر از شما میگیره رو بهش بدید تا در معاملاتتون لحاظ بشه. این گزینه‌ها هم برمیگرده به مدیریت خیلی ریز معاملات که نیازی نیست وارد این قسمت‌ها بشیم چون ما اسکل ثابت استفاده می‌کنیم و 1% ریسک می‌کنیم. نیازی به این همه جزئیات و پیچیدگی نیست، هرچند که شاید برای سایر سبک‌ها نیاز باشه. سایر گزینه‌ها هم به همین طریق. اینجا اسلیپیج رو داره توضیح میده که اگر از چه حدی بیشتر بود معاملات رو باز نکنه و اسپرد هم به همین طریق. اینها هم به کار ما نمیاد چون ما داریم با بروکرهایی کار میکنیم که اسپرد و اسلیپیجشون بسیار پایین. این گزینه داره میگه که قبل از اینکه وارد معامله بشم آیا از شما تاییدیه بگیرم یا نه، به این صورت که قبل از اینکه وارد ترید بشید اطلاعات اون تریدی که ست کردید رو
یک بار دیگه بهتون خلاصه نشون بدم یا نه. خیلی وقتا که مارکت یا عجله معامله رو استیت میکنید، این گزینه میتونه با فرصت دوباره چک کردن اطلاعات جلوی خطاهای احتمالی رو بگیره. این گزینه خوبیه. با فعال کردن این گزینه شما میتونید میزان TP رو بر اساس اندازه SL برای خودتون قفل یا ثابت کنید و همیشه همینطور بمونه، که البته در سربرگ اصلی هم وقتی که روی تیک پروفیت کلیک میکنید و رنگش تغییر میکنه، یعنی TP بر اساس SL ثابت شده و در زمان معامله خودش اتومات ست میشه. اینجا میتونید محدودیت بذارید برای خودتون، برای تعداد ترید هایی که میتونید انجام بدید. تعداد ترید ها بر اساس نمادتون. میتونید ماکسیموم ریسک رو براش تعیین کنید که دیگه از این حد بیشتر نتونید تو هر پوزیشن یا هر نمادی ترید داشته باشید. در این قسمت که کلیدهای میانبر هستن که با شخصیت سازی اونا میتونید هر کاری در هر زمان ترید روی چارت نیاز هست اعمال بشه رو فقط با زدن یک دکمه انجام بدید. مثلا گزینه ترید هاتکی که به صورت دیفالت روی شیفت به اضافه تی هست که با زدن اون معامله در هر قیمتی که شما میخواید باز میشه. با زدن اون نوع اوردر شما میتونه عوض بشه. با زدن دکمه تب جهت معامله از لانگ به شورت و برعکس تغییر میکنه. دکمه H باعث میشه خطوط معاملاتی شما از صفحه حذف بشن و دوباره بیاریدشون، و اما شما میتونید هر جا خواستید نشونگر موستون رو بذارید و حرف S رو بزنید تا SL ست بشه. موستون رو هر جای صفحه بذارید و حرف P رو بزنید، در این صورت TP در همون نقطه ست میشه و برای نقطه ورودتون هر نقطه ای رو که خواستید میتونید موس رو روی صفحه نگه دارید و دکمه E رو بزنید. این گزینه ها قابل تغییر هستن و به کار کسایی میاد که مخصوصاً به صورت مارکت وارد معامله میشن. اینجا میتونید مقدار کمیسیون رو بهش بدید که وقتی TP رو استیت میکنید با میزان کمیسیون در نظر بگیردش. اینجا میتونید SL و TP رو بر اساس پوینت در نظر بگیرید و استیت کنید، نه قیمت روی چارت. در این قسمت کویک ریسک که میتونه خیلی کارآمد باشه، مخصوصا برای کسایی که ورود 2 مرحله‌ای دارن یا مثلا شرایط معامله ریسکی هست و میخوان نصف حجم همیشگی وارد بشن. در این قسمت یکی رو میتونن 0.5% ست کنن و یکی رو هم میتونن 1% حجم که حالت نرمال برای ما هست که به صورت 2 تا دکمه میانبر ظاهر میشن که بهتون نشون میدم کجا قرار میگیرن روی اکسپرت. اینجا یه گزینه دیگه به چشمم خورد به اسم Disable Stop Limit که با فعال کردنش در منوی اصلی این مدل معامله که به کار ما نمیاد از معاملات ما حذف میشه. یه گزینه دیگه هست که به درد دوستانی میخوره که استراتژیشون به نحوی هست که TP 2 به صورت ثابت برای همه معاملات در نظر میگیرن. اتفاقی که میفته اینه که TP ثابت شما 2 برابر استاپ شماست همیشه. میتونید تمام این تنظیمات و خیلی تنظیمات دیگر رو سیو کنید. خب ببینید الان دیگه نوع سوم معامله در این منو برای من نمیاد، پس کار ما راحت تر شد در این مرحله. خب هر زمانی که در حالت مارکت هستید به این خط دقت کنید. با زدن دکمه استاپ لاس 20 پیپ برای شما SL گذاری میشه و TP شما هم که 2 برابر انتخاب کردید روی 40 پیپ فیکس میشه و با تنظیم یک دکمه میانبر که توضیحش داده شد میتونید هر چه سریعتر در این حالت وارد معامله بشید. این دکمه آلگو تریدینگ هم در زمان استفاده از اکسپرت باید روشن باشه. این هم صفحه تاییدیه هست که میتونید حذفش کنید. خب این 2 گزینه میانبر که همه تنظیماتش رو ست کردیم اینجا اضافه شدن که به راحتی میتونید برای معاملات ریسکی 0.5% ورود داشته باشید و معاملات دیگه همون 1% رو برای هر کدوم میزان لات رو خودش تغییر میده. با زدن این گزینه هم میتونید خطوط رو خاموش یا روشن کنید. ناگفته نمونه برای تنظیمات TP و SL و نقطه ورود با حرکت دادن مستقیم همین خطوط میتونید کار خودتون رو انجام بدید.
در عین حال اینجا میتونید با همون نسبت 1:2 که در تنظیمات دارید میتونید TP های بیشتری اضافه کنید که با زدن روی دکمه استاپ تمام TP ها بر اساس همون SL ست میشن و با زدن دکمه ضرب در میتونید TP ها رو حذف کنید. دو مورد آخر که در سربرگ تریدینگ هست، یکی بریک ایون هست که مثلا با زدن عدد 200 مشخص کردی که بعد از اینکه قیمت 20 پیپ از نقطه ورود من فاصله گرفت، استاپ لاس شما اتومات بیاد و در نقطه ورود شما قرار بگیره. برای تریل کردن هم همینطور است. با زدن عدد در این قسمت فعال شدن تریلینگ استاپ رو براش تعیین میکنید و تنظیمات تریل که در ستینگ اسپرت هست رو بزنید.